بخیر میگم و از اینکه چهره‌های آشنا و ناآشنا میبینم خوشحالم. ناآشنا از اینکه خداوند ما رو در یه خانواده قرار داده که ممکنه ما جسماً همدیگر رو ندیده باشیم ولی در روح ما یک خانواده هستیم. و اونهایی که دیدمشون هم باز خوشحالم از اینکه دوباره میبینم. صبحانه خوردیم که نه؟ چایی فقط ها؟ مهمه چایی. آره این من منتظر بودم که شما اینو بگین. آره چون من بارها تو جلسه این اشاره به ارزش چای خواهم کرد. میدونن افرادی که منو بیشتر میشناسن از علاقه و ارادت خاص من به چای آگاهن. پس من خواهم گفت چند بار در طول جلسه و شما تعجب نکنید، چون که ما میخوایم که هر چی که عشق داریم، علاقه داریم، اونو بیان کنیم. اگر عیسی رو دوست داریم بیان میکنیم عیسی رو دوست داریم، و اگه چای هم دوست داریم اشکالی نداره. خواهر مریم ها به نظر شما ما امروز میخوایم واقعا یک روز خاص برای ما باشه، یه روزی داشته باشیم که شما راضی از اینجا برید، بگید پربار بود برای من. چون خیلی ساعتها میشه، هر روز در زندگی ما ساعتهایی هست که خدا به ما داده، ولی کدوم روزها هست، کدوم ساعتها هست که شما راضی هستید از اون، پربار بوده براتون ها، ثمر داشته. این خیلی خیلی مهم هست ها. امروز ما اومدیم اینجا و میخوایم که قوت بگیریم. امروز اومدیم اینجا پیام بگیریم. امروز اومدیم اینجا تا از یک مشکلی موضوعی آزاد بشیم ها. ولی کلام خدا میگه که اونهایی شاملشون میشه این برکات که منتظر خداوند باشن. یعنی انتظار خیلی مهم، ولی انتظاری هست که یه انتظار خاصیه، همه انتظارا نیست. ما خیلی چیزا تو زندگی داریم و ممکنه نداشته باشیم. یه موقع است ما آرامش داریم، یه موقع نداریم. فروتنی در زندگی ما سعی می‌کنیم داشته باشیم نسبت به دیگران، چون که مسیح از ما خواسته ها. بعد شادی می‌خوایم داشته باشیم اینا، ولی ممکنه مواقعی باشه که اونها واقعی نیستند. می‌دونی؟ یعنی هر شادی واقعی نیست، هر سلامتی واقعی نیست و هر آرامشی هم نیست. مسیح گفت سلامتی که من به شما میدهم، مرسی، فکر کنم خوب شد. سلامتی که من به شما میدم، مسیح فرمود، سلامتی نیست که این جهان میده. پس نشون داد که یک سلامتی هایی هست تو این دنیا، یک شادی هایی هست تو این دنیا. یعنی یک چیزایی رو دنیا داره چیه تقدیم میکنه، ولی مسیح میخواد چیه؟ اون شادی، اون آرامش واقعی رو بده. چرا؟ چون که دنیا بدل داره. دنیا یه چیزی غالب میکنه به عنوان شادی. میگه خب ما که شاد هستیم ها، توی کلوپی با هم جمع شدیم، شاد هستیم، داریم میخندیم. چیه پس مسیحی روی شادی مسیحی دارن تاکید میکنن؟ نه، اون شادی زمان داره، تاریخ انقضا داره. یه موقع چیه؟ تمومش میتونه خیلی سریع باشه، میتونه دوام داشته باشه، ولی بالاخره پایان داره، ریشه نداره. چیزی که مسیح میخواد به ما بده امروز شد و هر روز تو زندگیمون که دائم میخوام باش راه روم ها، خوندیم، و صدایت رو بشنوم، یعنی تغییر، یعنی به دست آوردن یه چیزایی که از جنس خود مسیحه، دائمیه، ابدیه. من یه شادی میخوام که با یک موضوعی که تو زندگیم اتفاق میفته فوری از بین نره. اینجور شادی ها، اینجور آرامش ها خیلی سریع از بین میرن. چون یک نامه‌ای کافی بیاد. ما اون موقعی که تو آلمان بودیم و منتظر نامه، خیلی چیز خوبی بود وقتی می اومد، مخصوصا وقتی که شما رفتی چیه دادگاه و حرفت هم زدی. این نامه‌ای که می اومد چیه؟ هم آرامش می آورد این موقع و هم ناآرامی می آورد، چون که ما نمیدونستیم چی تو اون نامه هست. حالا بعضی افراد چون که تخصص زیادی داشتن، چون نامه معمولا می آوردن، مسئول نامه از تو پست بودن، از رو وزن و اینا چیه تشخیص میدادن که این جواب منفیه.
و درست بود. چرا؟ چون که جواب منفی معمولا سنگین‌تر بود. چرا؟ چون که میخواد بگه چرا رد شدی. ولی قبولی میگفت بعد آره زنگ چیز که میزدن، ما توی کمپ پناهندگی بودیم دیگه توی جنوب، هیچکی به هیچکی نبود، ولی یه نفر خیلی خاص عطای چی داشت؟ عطای برداشت نامه از صندوق داشت. اینه که وقتی میگفتن نامه داری، یعنی همه دلا چیه قلبای من سبک سنگینه سبک سنگینه. بعد میومد میگفت نمیدونم، یعنی گیج شدم، هم سبک هم سنگینه. بابا بازش کن. پدرمون در اومد. پس خبر وقتی که بعد که ایمان آوردیم مسیح ما رو قبول کرد با همون شخصیت همیشه نگرانه، نمیدونم ناآرامی که خیلی زود چیز میشد، باور میکنید هنوز ما رو نامه حساس بودیم. من خودم شخصا نامه اومده، نامه منو چیه؟ منو ناآرام میکرد. اگر یه چیزی مثل کاغذ میتونه منو چیه؟ در مسیح که دارم زور میزنم، دارم تلاش میکنم به قوتی که خدا بهم میده با مسیح راه برم، اگه یک کاغذی آرامش منو میتونه به این راحتی بگیره، وای به حال چیزای چیه مهمتر تو زندگی. پس من فهمیدم چقدر در مسیح باید عوض بشم، چقدر باید این راه رفتن با مسیح منو چیه تبدیل کنه، تغییر بده. و این چیز مثبتیه، از یه نظر درده، نه تلخه، چون که من میفهمم این ایرادو دارم، ولی در مسیح این مثبته، چون میگه خدا چرا؟ چون که من یافتم که ضعفم چی هست. مشکل خیلی از ما اینه که یا نمیخوایم قبول کنیم یا نمیخوایم اصلا فکر کنیم که ضعف ما چیه. فکر میکنیم همش قوت در ما هست شاید اگه ضعفمون رو بگیم باعث جلال خدا نخواهد شد. نه، خدا از ما میخواد با خودمون، با جامعه کلیسایی که درش هستیم و با خدای خودمون چیه صادق باشیم. پس ما نمیخوایم فیلم بازی کنیم برای همدیگه یا برای خدا که نمیشه، ولی خب برای همدیگه چیه؟ فکر کنم میشه. یه موقعی چیه آدم شاد خودش رو نشون بده، هی نه همه چی اوکیه هللویا اینا. نه، اینقدر جمعمون با هم نزدیک باشه، بدن مسیح اینقدر اعضاش با هم نزدیک باشن که یه نفر بگه که من با تمام این دعاها که دارم میکنم هنوز ناآرامم. میدونی این صداقته، ولی انتها نیست. چرا؟ چون دری رو باز میکنه برای روح القدس که در اون قسمت کار کنه. و این بود واقعا، یعنی این تمرین با مسیح اینه که من خوشحالم از برادر مسعود دیگران شنیدم که موضوع خیلی از صحبت‌های دروس، کلاس‌ها، موعظه‌ها اینها مسئله تغییر قلبی هست، مسئله تغییر ذهنی، فکری. همینه، مسیح هدف گرفته اصل وجود ما رو. نمیگه کتت اینجوری باشه، لباست حالا اینطوری باشه، نمیدونم یقه‌اش اینجوری باشه. میگه نه، قلبت، وجودت، مرکز تمام احساسات، افکارت، نقشه‌هات باید عوض بشه. چرا؟ چون مسیح به اصل کار داره، به کجا مهمتره اونو میخواد عوض کنه. چیزهای دیگه حاشیه‌ای عوض خواهد شد وقتی که اصل عوض بشه. و این تغییر و تبدیل هر روزه مرتب اتفاق میافته، نه تمام نمیشه. کی جرأت داره که بگه که من از مکتب عیسی چیه فارغ التحصیل شدم؟ خدا شد چقدر عالی. تبریک میگیم، یه جشن فارغ التحصیلی هم میگیریم براش. ولی من شخصا باید از طرف شما نمیتونم صحبت کنم، ولی از طرف خودم نه، من هر چی میرم جلو میفهمم که خیلی از بخش‌های زندگی من احتیاج داره که تبدیل بشه، احتیاج داره که متحول بشه، احتیاج داره که روح القدس کمک کنه به من که من عوض بشم و تغییر یافته باشم. میگم خدایا من در این قسمت پیروز شدم به قوت تو بر این ضعف خودم. و مطمئن باشید این نقاط قوت ما وقتی که تغییر میکنیم خیلی خیلی شهادت خوبیه که بر دیگران خواهد گذاشت. درسته؟ این شهادت قوی هست، مؤثره، حرف نیست. میگم ما خیلی مسائل داشتیم توی رشد ایمانی. خب حالا نزدیک 20-22 ساله که خداوند من رو قبول کرده و واقعا در پادشاهی خودش منو پذیرفته، افتخار هست برای من. ولی میبینم در این طول این 20 سال همینطور من باید عوض بشم. همیشه باید عوض شم.
بله خیلی چیزها رو پشت سر میگذارم، ولی چیزهای دیگه هم باقی خواهد موند که احتیاج داره خداوند به من کمک بکنه. پس خدا شکر برای اینکه ما قصد عوض شدن داریم و این رو به خدا اعلام میکنیم و خدا چیه و خدا به ما کمک میکنه که در این تغییر پیش بریم. عمل و صحبت و عمل و سخن یه چیزی که تو کلام خدا خیلی بحث میشه در موردش، چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید. شما با کلام روبرو هستید، با سخنان خدا روبرو هستید و همینطور با اعمال خدا. درسته؟ خیلی موقع است ما تاکید میکنیم که چی باید باشیم؟ مسیحیان چی باید باشیم؟ مسیحیان عملگرا باید باشیم. من جدیداً شروع کردم به گفتن عملگرا، چون که میگفتم مسیحیان عملی باید باشیم. یه عده به من گفتن که این لفظ زیاد چیز نیست، شاید شما مدت‌های زیادی که در خارج هستی اینا. آره این که من سعی کردم که واژه دیگه‌ای پیدا کنم برای این و خب خدا رو شکر برای مترجمینی که در ایران هستن من گفتن که الان عملگرایی خیلی کلمه‌ای که رایج هست، شما هم از این استفاده کنید. خب حالا نمیدونم من حالا خودمونی باشیم یا نه، به هر حال عملی یا عملگرایی اینا، ولی نکته اینه که خیلی تاکید میکنیم توی کلیساها به این موضوع، نه میگیم که صحبت، ادعا، گفتار یا شعار فایده نداره. من باید عمل کنم، در نتیجه میتونم تغییر بکنم. هر دوش ولی مهمه. ما انسان ها هستن کلا. بعضی موقع میگیم ما ایرانی‌ها، نه بابا، ما میریم تو کشورهای دیگه، من آلمان هم زندگی کردم، اتریش رفتم، تو خیلی از جاهای چیزای اشتراکیه. ما همه نریزیم رو سر خودمون بگیم ما فرهنگ ما اینجوری، اینا نه، اونا هم دارن ولی ما نمیدونیم خیلی موقع، چون باشون رابطه‌های نزدیک نداریم. بعضی موقع یعنی عادت انسان اینه که بالانسش به هم میخوره، یعنی نمیتونه تعادل رو حفظ کنه توی یه چیزی، توی اعتقادیش. یه مدت خیلی صحبت از سخن گفتن و در ایمان داشتن و ادعاهای ایمان و نمیدونم ادعای ایمان کن که چیه بهش برسی، خیلی رو اون تاکید میکنیم، میریم به این سمت. بعد عملگراییمون چیه؟ ضعیف میشه. بعد میبینیم که خدا داره با ما صحبت میکنه از طریق موعظه، از طریق کلامی که میخونیم که چیه؟ بیشتر پیاده کن اون چیزی که بهش اعتقاد داری در زندگی خودت. درسته؟ پس در نتیجه آروم آروم خدا ما رو به سمت چی میاره؟ به سمت اینکه یه تعادلی بین حرف ما و اعمال ما باشه. ولی بعضی موقع چیه؟ چون که انسان میگم ذاتاً افراط و تفرید داره، یعنی این حفظ تعادل سخته. یه فکر میریم به سمت چیه؟ همش عملگرایی. خب اونم خطرناکه. من میدونم خیلی از جاها ما میگیم که دانستن کافی نیست، دانستن اینطوریه، بعضی موقع دانستن زیاد خطرناکه، نمیتونیم عمل کنیم. نه، دانستن هم مهمه، تعلیم هم مهمه، این که ما بدونیم چی کار کنیم. اگه ندونیم چی کار کنیم که خودش هم فاجعه است. ولی مثلا اینه که ما حفظ تعادل نمیتونیم بکنیم. نه، شما رساله یعقوب ببینید توی جامعه داره نوشته میشه که چیه؟ که مردم به کدوم سمت رفتن بیشتر؟ به سمت سخن و گفتار رفتن، یعنی اعلام ایمان خیلی قوی میکردن و ایشون دیگه اینقدر معلومه که صبر کرد دید نه این تعادل چیه؟ نمیرسه به این سمت، داره میره خیلی شدید و در نتیجه تمام صفحات رساله به یعقوب شما میگه که عمل کنید، انجام بدید. نباشید مثل کسی که در آینه میسته و چهره خودش رو نگاه میکنه و بعد فراموش میکنه میره. شما برای چی تو آینه نگاه میکنی؟ برای اینکه قیافه زیبای قشنگ خوشتیپ خودتون رو چیه ببینید، لذت ببرید دیگه. ولی یه بخشای موقعی احتیاج به چی داره؟ احتیاج به تغییر داره. مخصوصا موقعی که صبح چیه از خواب بیدار میشه و بالشمون از این بالشایی که صفر نیست، یعنی تو میره و این کله چیه داره. وقتی که بلند میشی اگه از شخص شجاعی باشی و سریع بری جلو آینه، معمولا ماها نمیریم. سعی میکنیم، زمان میدیم، آره یه مقدار صبر میکنیم بعد میریم جلو آینه، چون که شوکه یه موقع اول صبح. پس چی میشه؟ شما حساب کن بیا جلو آینه، یعقوب میگه میاد جلو آینه، میفهمی ایراد کجاست، بعد میگه خب فراموش میکنی میری. خب فراموش میکنی میری، بعد یه دفعه میای کجا؟
با همون قیافه بیای کلیسا، رحم نمی‌کنی به بقیه برادر و خواهرانت که ممکنه چیه یه دفعه وحشت کنی. نه ترسید، چیز نکنم، به خود من دارم میگم، چون من میدونم شما هم میرسید به خودتون وقتی که میاد کلیسا. ولی ما مواردی داشتیم که اینطور بوده، مخصوصا در کلیسای ما شبان ما یه مدت چیه گفت که خانم ها خیلی جلسه دارن، همش جلسه، نمیدونم عصر امروز جمع چیم، خواهران میخوان سراغ، خواهران جوانتر، خواهران نمیدونم بالای 40 سال، خواهران نمیدونم اینطوری. گفت ما آقایون چرا اصلا جلسه نداریم؟ یه اعتراضی شد به شبان کلیسا. شبان کلیسا هم گفت که ما باید یه کاری بکنیم. گفتم چیه؟ خطر احساس کردی ها؟ جنبش زنان داره چیه؟ رشد میکنه. گفت ما میذاریم صبحانه آقایون. خیلی ایده جالبی بود. ولی روز شنبه صبح زود، تنها روز استراحته، ما آقایون جلسه هم بذاریم چیه؟ درست نیست، یعنی ایراد داره. ما باید از خانم‌ها چی یاد بگیریم تو این بخشا. این نمیدونم از کجا رسید، این وحی بود، نمیدونم کاشفه بود، اینا نمیشه گفت، چون که شخص محترمی بود، شبان کلیسا بود، نمیشد چیز زیادی اعتراضی کرد. برای همین گفتن صبح شنبه زود همه میان کلیسا، به صرف صبحانه آقایون با هم جمع میشه. گفتیم خب بالاخره این تنها مشارکتی که آقایون میتونن اینطور داشته باشن، بریم دیگه. خلاص این صبح معلوم بود که افرادی که بلند میشن از خواب به خاطر زمان رسیدن به اون حلیمی که مثلا در کلیسا چی روی آتیش داره و از ترس این که نکنه نرسه، نه که نرسه به مشارکت، به اون حلیم نرسه، مستقیم از تخت خواب میومد تو ماشین. و شما نمیدونید، یعنی صبح اگه یکی میومد با دوربین عکس میگرفت این افرادی که اونجا نشسته بودن، خیلی جالب بود از این نظر. چون همه راحت بودن، اینا اصلا وقت نکرده بودن که برسن به قیافه ها. اما اونجا قیافه های چیه؟ خیلی عجیبی دیدیم. بعضیش واقعا چیه؟ ترس میانداخت بر اندام ما. ولی صحبت این بود که چیه؟ که ما مسیحیانی باشیم که هم میدونیم و هم انجام میدیم. یعنی این تعادل و حفظ کردن این موقع چیه مشکله. نریم به سمتی، افراط و تفریط نکنیم. همینطور همش عمل کردن بدون دانستن دست به کارهایی میزنیم که پشیمونی به بار میاره. افرادی رو ممکن زخمی کنیم. ندونیم واقعا این اراده خداست داری انجام میدیم یا نه انجام نمیدیم. پس باید بدونم، به این اطمینان برسم در حضور خدا که این خدا واقعا میخواد من اینو انجام بدم. پس در دونستن من عمل میکنم. ولی هر کدوم به تنهایی و افراطش خطرناک هست. شما اگه یک دانستن خیلی زیاد و به یه روی شخصیتی بذاری که شخصیت درستی نیست، چیه؟ اونم خطرناکه. دیدید بعضیا وقتی که زیاد میدونن یه دفعه حس برتری نسبت به دیگران پیدا میکنن. این یه علامتی داره میده. علامت میده که چی؟ این دانش روی یه شخصیت فروتن و افتاده در مسیر بنا نمیشه. این داره دانش هی زیاد میشه ولی شخصیت همون هست. به شخصیت توجه نشون نمیده، طرف نگاه نمیکنه که مشکل اونجا وجود داره و هی داره دانش ذهنی رو افزایش میده و این خطر ایجاد میکنه، غرور ایجاد میکنه، برتری طلبی ایجاد میکنه، حس تسلط ایجاد میکنه، اینکه من میدونم منم قوی میشه. خب اینطوری چیه؟ خطرناکه. خدای ما خدایی هست که از ما میخواد که بدونیم و اون رو چیکار کنیم؟ در عمل پیاده کنیم. نمیگه خیلی بدونید. شما در کتاب مقدس میگه کسی مجازات شده به خاطر اینکه تو چرا اینقدر کم دونستی در مورد من. نه. هر چقدر که برشون مکشوف میشد، همونقدر که برشون آشکار میشد کلام خدا، اون رو باید انجام میدن. ورای اون خدا ازشون نمیخواست. ولی اون بله ایراد در بخش توانایی و انجام دادن اون هم وجود داشت. پس فکر و عمل، جایی که دانش ما، دانستن ما اونجا داره شکل میگیره، اندیشه ما هست، فکر ما هست. خوشحالم برادر مسعود گفت مرتب ما کلاس‌هایی داشتیم در مورد تغییر و تحول فکری، ذهنی و تغییر و تحول قلبی. این دوتا
بخش از اصلی وجود ماست که خدا اون رو هدف قرار داده که باید اونجا یه چیزی انجام بشه، وگرنه انسان تغییر نخواهد کرد. اگه این دو بخش همطور بمونه، همطور بیاریمش چیه در ایمان خودمون، همونطور ادامه بدیم و نخواهیم از خدا که تغییر در اون ایجاد بشه، متاسفانه نتایج خوبی به بار نخواهد آورد. درسته؟ پس فکر خوب در عمل چی ایجاد میکنه؟ میوه های خوب ایجاد میکنه، نه؟ ثمرات قشنگی به بار میاره. فکر منفی، فکر بد، ثمرات بدم با خودش خواهد آورد. اینه که هر دو تأکید رو برای همین میکنیم، چون که ثمره به اون جایگاه ارتباط داره. شما هرچی بیشتر روی اندیشه و فکر کار کنیم و بخوایم عملیش کنیم، چیه میبینید؟ از ثمرات نیکوی اون لذت خواهیم برد. ولی اگر افکار ما افکار منفی باشه، افکار بد باشه، بالاخره باید منتظر نتایج اون هم باشیم. اینه که فکر و اندیشه خیلی 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 مهم هست. من گفتم چند سال در آلمان زندگی کردم و وقتی که رفته بودم، چون ما رو فرستادن به یه ده خیلی جنوب، خیلی ده آروم و ساکتی بود. افراد جوانم زیاد درش زندگی نمی کردن، خیلی طور نبود. افراد مسنی بودن و میخورد به این که در جنگ شرکت کرده باشن، در جنگ جهانی آلمان. یعنی کاملا مشخص بود، چون که ما خیلی معلول میدیدیم تو این ده و معلول خیلی مردان بودن که روی صندلی‌های چرخدار اینها همه، و وقتی که میتونستی یکم صحبت کنی، اگر اونا اعتماد میکردن به ما، چون که بعضی از اونها خارجی اصلا ندیده بودن. ما کجا داشتیم زندگی میکردیم؟ خیلی جا. پس بعضی از این خانم ها که تمام زندگیشون در یک روستایی به دنیا اومده بود، تو اون مزرعه کار کرده بود، نه بعد ازدواج کرده بود، اینا با جامعه بیرون خیلی ارتباطی نداشت. اگر به ما اعتماد میکردن که با ما صحبت کنن، آره میگفتن که بله شوهر من مثلا در جنگ اینطور شد، معلول شد، بعد همونطور هست دیگه. و ما خیلی خیلی بعضیاشون خیلی تعریفا میکردن از اینا. ما هم دوست داشتیم. خب افراد مسن دوست دارن صحبت کنن، ما هم که آلمانیمون ضعیف بود می‌خواستیم تمرین کنیم، بیشتر یاد بگیریم. اینا خیلی از خاطرات چیه جنگ و اینها میگفتن که از فجایعی که اتفاق افتاد اینا. من همیشه فکر میکردم که الان این کشوری که متمدن، این کشوری که خیلی حرف بالایی میزنه در اروپا، خیلی ثروتمنده، نه اقتصاد اروپا خیلی خیلی راحت دست اون هست و اینها، و نظراتش به اصطلاح برنامه‌های اقتصادیش خیلی روی کشورهای دیگه اثر میذاره. گفتم چجوری میشد حدود 60 سال 50-60 سال قبل چیه به یه همچون فاجعه‌ای دست بزنه؟ نه بالاخره همه خودشونو شریک میدونستن در این موضوع، یک نفر نبود. موضوع این بود که چیه حمایت شد. ولی خیلی جالب اگه ریشه‌یابی کنید همین مسئله جنگ رو، این همه فجایع بیرونی شما می‌بینیم، ولی اگه هی ریشه‌یابی کنید که این به کجا بالاخره یعنی اولش میرسه، این فاجعه باید تو یک فکری، تو یک اندیشه این شکل گرفته باشه که بعد تبدیل شده به چیه؟ توپ و مسلسل و تانک و هواپیماهای جنگی. اینا از کجا این شروع شده؟ خب از یه شخصی شروع میشه که چی شروع شده به اسم هیتلر، که چیکار کرده؟ که اولش آدم جنگجو طلب اینها نبوده، ولی آدمی بوده چی؟ متفکر. یک کتاب ایشون نوشت زمانی که اومد اعتراضایی کرد توی آلمان، این دستگیرش کردن، تو دادگاه محکوم شد، فرستادنش چیه؟ زندان. زندانم تو یه دفتر خیلی خوبی داشت و اینا، زندان بود. یه معاونی هم داشت به اسم رودولف هست، نمیدونم شما اسمشو تو این شنیدید. اینا معروف هستن، اینا با هم خیلی صمیمی بودن، اوایل بود. ایشون شروع کرد به نوشتن یک کتاب به اسم نبرد من. نبرد من تمام تراوشات بگیم فکری یک انسانیه که فعلا پشت میله های زندانه. به هیچ کسی صدمه نمیرسونه کتاب نبرد من در اون موقعش توی زندان، وقتی که داشت نوشته میشد. اون کاغذ و مرکب و اینها هیچ صدمه به کسی نمیزد، فقط کسی افکارشو داره میاره روی کاغذ.
ولی چی شد؟ ولی مسئله این بود که این آزاد شد، دوران محکومیتش رو گذرون، اومد بیرون و قدرت رو به مرور به دست گرفت و قبضه کرد تمام قدرت رو. صدر اعظم شد و تمام سیستم‌های حزبش رو به کار گرفت، مجلس رو کنترل کرد، اکثریت شد. اونجاست که شما یواش یواش احساس میکنید اون کاغذ و قلم آروم آروم داره نتایجش خودشون نشونه. چرا؟ چون که این شخص وقتی قدرت رو به دست گرفت عملگرایی رو شروع کرد. درسته؟ عمل رو شروع کرد بر اساس چی؟ بر اساس اندیشه‌ای که در کتاب نبرد من نوشته شده بود. یعنی هیچ وقت شما نباید تعجب کنید که چرا 52 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم کشته شدن و تمام آلمان و بیشتر کشورهای حاشیه به یک ویرانه تبدیل شد. نباید تعجب کنید، چون تمام چیزهایی که ایشون می‌خواست انجام بده به صورت تئوری توی کتاب نوشته شده بود، حتی حذف یهودیان. تعجب نکنید که میخوندن میگه نخوندم نه، تو ایران سالها قبل به فارسی هم ترجمه شده، همه میخوندن حالا زمانها گذشته تموم شده، چیزی نیست، ترسی هم نداره، داریم میخونیم. بله در آلمان این کتاب ممنوع هست الان، ولی خیلی کشورهای دیگه میخونن و میگن خب عجب آدمی بوده، چه فکرایی میکرد. نه، این افکار 52 میلیون نفر رو کشته، شوخی نیست. یعنی شما نگاه کنید ببینید که فکر وقتی به عمل تبدیل میشه چه نتایجی میتونه به بار بیاره. فکر این نویسنده این کتاب چی بود؟ فکر منفی بود، پس در نتایجش چی شد؟ نتایجش هم منفی بود. حالا اگه فکر ما مثبت باشه نتایج هم مثبت بود. فکر عیسی مسیح چطور بود؟ فکر مسیح چی بود؟ فکر مسیح مثبت بود. فکر مسیح فکر آزاد شدن داشت، فکر ثمرات و نیکو داشتن داشت، فکر عدالت داشت، فکر آزاد بود، فکر برکت بود، فکر شفا بود. اینه که شما وقتی که با مسیح آشنا میشید می‌بینید که نتایج کلام خدایی که شما میخونید باید در ما چی به وجود بیاره؟ ثمرات و میوه‌های نیکو، نه مثل اون اندیشه‌ای که اینقدر مخرب بود ولی در زمان خودش، شاید در زمانی که در زندان بود، این فرصت رو ایجاد نکرد که بخواد به عمل برسه، ولی بعد که به قدرت رسید چه فجایعی بود. من دیدم تو زندگی آلمانی اونجا که بودیم آثار غم تو چهره اینا خیلی بود. یعنی هم مسن بودن، هم درد داشتن، هم فجایعی دیده بودن. هیچ حرکتی تو اون ده نبود، هیچ تغییری تو اون ده نبود. اصلا شما واقعا احساس میکردی که من اومدم توی منطقه‌ای که هیچی نیست، به معنای مطلق کلمه هیچی نبود، هیچ جنبشی، هیچ چیزی اینا. و ما باید چیکار میکردیم؟ ما باید اونجا جنبشی ایجاد میکردیم، ولی ولی به صورت منفی ایجاد کردیم. اینه که ما تو خیلی از جامعه، تو سرنوشت زندگی خودمون، توی جایی که زندگی میکنیم، به شهادت‌هایی که میشنویم، خیلی به ما این رو نشون میده که شما مهم از چی فکر میکنید. نمیشه بگیم بابا این اصلا یه فکری حالا کرده، اصلا زیاد نگران این نباش. نه، فکر وقتی که اندیشه میاد دنبال یک موقعیتی میگرده برای پیاده شدن، برای عملی شدن. برای همین ما باید خیلی مواظبیم که عیسی مسیح خیلی روی افکار تاکید میکرد. و باشه که با این مقدمه که تقریبا فکر کنم تمام وقت من شد، نه پس فاجعه است الان. ما شما چند جلسه این عزیزان محکومن که منو بشنن؟ 4 جلسه شما باید. یعنی شما الان باید چی داشته باشید؟ یک صبر به عنوان ثمره روح القدس باید در شما باشه. بعدم به من بگید که اینقدر صحبت نکن، که خودت هم میگی زیاد خوب نیست، بلکه یه مقدار عمل کن. پس حالا شما در مورد قلب و ذهن یه مقدار مطالعه کردید، خوندید و اینکه چطور قلب ما متحول میشه، ذهن ما متحول میشه. من میخوام امروز در این 4 جلسه اگر خدا فیض بده که اینو تموم بکنیم به یه نتیجه گیری برسیم و بعد دعا کنیم که واقعا اگر ضعفی در این قسمت داریم خدا اون رو برداره. چیزیه که یک موضوعی هست که حتی رو قلب و
ذهن تغییر یافتن میتونه چیه وارد بشه و اثر منفی روش بذاره. باید خیلی چیزا چیه قوی باشه، ولی قوتش این نیست که خیلی خیلی چیه عامل قویه و ما نمیتونیم باهاش مقابله کنیم. نه، یک خصوصیاتی داره که نمیشه خوب شناختش، نمیشه خوب در مورد اون دونست، نمیشه کشفش کرد. خیلی زرنگه، نه؟ یعنی یه راههایی داره که فاش نمیشه، دم به تله نمیده. نمیدونم کسی اینجا فشار خون داره یا نه؟ همه سالمن، نه؟ جز واعظ. من اینجا فقط. شما فشار خون دارید. اونایی که فشار خون دارن دکترها بهشون میگن که از یه ماده سفید رنگه خیلی خیلی خوب مثبت که به همه غذاها چیه مزه میده، طعم میده، شما باید پرهیز کنید، به اسم نمک. نمک اصلا به همه غذا مزه میده، خیلی عزیزه، خیلی قابل احترامه. ما توی جاهای اینو قرار میدیم، توی نمکدونایی که قشنگن، یعنی هر جا خونه‌های مثلا لوکستر اینا میریم میبینید، دقت کنین روی این نمک پاشا ببینید چه جایگاه خاصی داره این نمک، نه؟ نمک تو غذا هم که بره، شما سر سفره هم که میذاری هنوز غذا رو نخوردی به طور اتوماتیک چیه میریزی. میگه بابا من خیلی زدم نمک، نریز اینا. میگه عادت هستن، این چیه؟ مثل اینکه این برکت میاره به غذا. ولی این ماده که چاشنی خیلی عزیز آروم آروم میتونه آدمو چیه بکشه. آره میتونه. خیلی از چیه، خیلی از مشکلات قلبی، سکته اینا اگه علت یابی نکنن، طرف میگن طرف چیه چیز شد، خیلی سن زیادی هم نداشت ولی قلبش ایستاد اینا. ولی خب دیگه شما نمیرید به این که حالا اون گزارش رو بخونید که چی شده، چه چیزایشون سر خورده، چیکار کرده که این رگ‌ها به این قسمت به اینجا رسیده که باعث شده مثلا چیه قلب از حرکت بایسته. درسته؟ 3 تا گرد خطرناک تو دنیا وجود داره. یه دونه هروئینی که شما همه میشناسینید، ازش هم دوری میکنید چون که مشخصه وقتی استفاده میکنی علائمش معلومه، همه چی به مدت زمان خودشو نشون میده. بعد شکره، بعد نمک. من دکترم وقتی باهاش نشسته بودم گفت از این 3 تا میدونی کدومش خطرناک داره؟ گفتم هروئین دیگه. گفت نه نمک. گفت به خاطر اینکه هروئین دشمنیه که روشن و مشخصه، تو میتونی بگی نه، میتونی بگی، ولی نمک همه جا میره. نمک راحت تو آشپزخونه ها میره، اصلا شما مانعی براش نداری. کی میگه نخور نمک زیاد بعد اینا؟ میگه بزن ببین غذا چیه، چجور اصلا مزه میده. این غذا بی نمکه بابا، اصلا مزه نداره. بابا این همه چیزای دیگه تو این غذا هست نمیبینه، سری میگه چیه بی نمکه. میدونی نمک داره سیستم غذایی ما رو چیه کاملا زیر. حتی من خودمم که چیه فشار خون دارم نمیتونم همیشه چیه مقاومت کنم. آره تو خونه ما خانم من سعی میکنه غذا اصلا نمک استفاده نکنه. یه جاهایی که میریم اینو غذا خوشمزه است، مثل دیشب و دیر وقت هم رسیدی، هیچ امکانی هم نداری برای اینکه بگی که نمیشه اینا. پس خیلی قشنگ به من این راه رو داد، توجیه داد که یا یه ندای درونی که نگران نباش برو زیاد نخور، ولی چی ولی بخور. خب اینقدر این نمک عزیز و دوست داشتنیه ولی خیلی چیه به مرور زمان خطرناکه. پس چی هست حالا اگه یه چیز جسمانی به این راحتی میتونه وارد بشه و اثرات خودشو بذاره، چیه؟ یه چیزی که از لحاظ روحانی میتونه مثل نمک باشه و پذیرفته شده باشه، خیلی ولکام بشه هر جا بره. این چه خطراتی میتونه در روح و روان و شخصیت ما ایجاد کنه. نه من عنوان اینو گذاشتم نگرانی. عنوان صحبت من چیه؟ نگرانیه، نگران بودنه. نگرانی چاشنی و چیزی که تو سفره زندگی ما اگه بگیم از لحاظ روحانی میاد. چرا؟ چون که ما یک کلمات مترادفی داریم برای نگرانی که خطرشو میگیره. من به فکرتم،
خیلی قشنگه. خدا شکر. ببین بعدا چرا به فکر منه؟ ببین من به فکرتم، من بی خیال نیستم. یعنی چی؟ یعنی نگران نیستم. از من میخوای که من چیه در مورد تو اصلا فکر نکنم، مواظبت نباشم، مراقبت نباشم. نگرانی داره چیه؟ داره دنبال یه توجیهی میگرده برای خودش که مثبت جلوه بکنه. درسته؟ پس این چیه؟ بی تفاوت نیستم به نسبت بهت. نمیدونم بعضیا کنجکاوی مثبت هم اسم میذارن، میگن خب من چون که مواظبم اینا کنجکاوی مثبت دارم در مورد شما. اینی که شما نگو اینقدر نگران هستم، نه من به فکر تو هستم و مراقب سلامتی روحانی تو هستم. ما به هر صورتی بهش اسمی بدیم ولی در ریشه خودش این نگرانی هست و نتایج بعدش رو تو زندگی ما، توی وجود ما، توی روح و روان ما قرار خواهد داد. پس این بیماری مرموزیه، یه بیماری روحانیه که میاد سراغ ما و میخواد ما رو از نظر فیزیکی از پا بندازه. اینه به خاطر اینکه نگرانی چی بیشترین تاثیرش رو بر بدن داره انجام میده. حالا جدا از این که روح و روان داره به هم میریزه، چیه؟ اینقدر قدرت داره که سیستم بدن ما، فیزیک ما رو هم تحت تاثیر قرار میده. که خیلی از آمارایی که من داشتم نگاه میکردم یک مقدار که در مورد آمریکا نوشته بود که 5% از جمعیت از نگرانی عمومی رنج میبرن. این سالهای مثلا حدود 80 ایناه. 15% از جمعیت در آمار 1980 یعنی 33 میلیون و 981,870 دقیق داده شرکت آمار نفر مشکلات اعصاب و روان دارن، یعنی بیش از جمعیت کانادا. و خود این سرپرست مثلا مدیر عامل این بخش سلامتی روانی آمریکا میگه نصف اینا چیه؟ همش ریشش یه چیز نگرانن. مردم نگرانی وجود داره، در مورد هر چیزی نگران میشن و این نگرانی به مرور چیه؟ تمام سیستم بدن رو داره از کار میندازه. آماری که در مورد خودکشی دارن میدن، باز خودکشی رو به خیلی از عوامل نگرانی ربط میدن. 1972 آمریکا لیست داده 24,280 نفر خودکشی کردن. در 1982 این آمار به 28,200 نفر رسیده. در 1987 خودکشی نزدیک به 30,000 نفر رو تهدید میکنه، یعنی 6,000 خودکشی بیشتر نسبت به 15 سال قبل. من الان یه آمار جدید که گرفتم، کجا گذاشتم؟ توی کیفم گذاشتم. سال 2000 نزدیک به 1 میلیون نفر خودکشی کردن در دنیا و یعنی آمار افرادی که خودشون رو میکشن نسبت به آمار کسایی که کشته میشن توسط دیگری چیه؟ داره زیادتر میشه. یعنی اون میزنه از اون یکی دیگه. و خیلی از این دکترها، پزشکان، مخصوصا پزشکان اعصاب و روان، اینا واقعا یه تهدیدی رو دارن حس میکنن و چطور این بیماران رو بتونن زنده نگه دارن. چرا؟ چون که خیلی میگه اینقدر ریشه های اضطراب و نگرانی توی این زندگی وحشتناک زیاد شده که هیچ چی نمیتونه به اینها آرامش بده. از نظر چی؟ از نظر پزشکی، از نظر سیستم پزشکی آرام بخش نمیشه. قرص ها، همینها اون نتایج بعد خودش رو هم اثرات خودش رو خواهد گذاشت. پس کتاب‌های زیادی که داره نوشته میشه، لیستایی که من نگاه کردم خیلی در مورد نگرانی رو متوقف کنید، چطور بر نگرانی پیروز بشید. همه اینها نشون میده که یه عارضه‌ای هست در جامعه انسانی، داره می اومده، خیلی اومده و همینطور داره چیه؟ قربانی میگیره. حالا من دارم با بیرون از مسیحیت، بیرون از ایمان مسیحی صحبت میکنم. مردمی که این ایمان رو ندارن، مردمی که حالا هر اعتقاد دیگه‌ای دارن غیر از ایمان مسیحی، دارن اینطور چیه؟ تلف میشن. و جامعه پزشکی، جامعه اندیشمندان این کشورها چیه؟ دنبال راه حل هایی هستن برای اینکه بشه جلو این رو سد کرد، چون داره قربانی میگیره.
خطرناکه. جامعه در خطره. لیست افرادی که خودشون از بین میبرن نسبت به افرادی که توسط دیگران کشته میشن داره بیشتر میشه. و این چه جهانیه؟ یعنی شما نگاه کنید میگید جهان از یک نظر زیباست، خیلی چیزا رو نگاه میکنیم میبینیم چقدر امکانات، چقدر وسایل پیشرفت، چقدر تکنولوژی، اینها نگاه میکنید هر روز داره چیه میاد برای اینکه مردم راحت تر بشن، مردم پیشرفت بکنن، مردم زیاد دیگه برای رسیدن به یه اطلاعاتی، نه قبلا چقدر سخت بود، مشکل بود، ولی الان شما از طریق اینترنت و فیسبوک و همه اینها راحت به اطلاعات جهانی دارید، رسانه ها دسترسی پیدا میکنه. خیلی انرژی انسان رو کم کرده، فشار رو کم کرده، ولی این یه بخش، این یه چهره از دنیاست. وقتی دقیق نگاه ما باید بکنیم، ما نمیتونیم به یه بعد یه جایی نگاه کنیم. اگه میخواید یه نگاه درستی داشته باشیم که مسیح همچون نگاه درستی داشت، باید نگاه ما جامع باشه، باید نگاه ما کامل باشه. من نمیخوام پیشرفت‌های دنیا رو رد کنم، هست، ولی در کنارش اینا رو چرا انعکاس نمیدن؟ در اخبار و جوامع شما خیلی نمیبینید، مگر اینکه برید با سماجت توی لیست و آمار و همین اینها برید و پیدا کنید اینا رو. راحت نمیشه در دسترس، چون مردم وحشت میکنن از این آمار، چون یه چیزی داره به اینا میگه. این تبلیغی که دنیا داره خیلی رفاه رو ایجاد میکنه، در حقیقت در بخش‌های اصلی خودش چیه؟ شکست خورده، ولی نمیخواد بپذیره که چیه؟ شکست خورده. برای همین خیلی راحت میگه ما به خدا احتیاج نداریم، ما به مسیح احتیاج نداریم، ما شاد هستیم، ما آرامش خودمون رو داریم، این همه دنیا چیز آرامش بخش داره. نه، اینا همش شعاره، اینا همش حرفه. اگه دنیا به طور واقعی دیده بشه چیه؟ یک بخشای کریهی داره این چهره که نمیشه بهش نگاه کرد، وحشت انگیزه، ولی یه بخشش قشنگه و مردم دوست دارن همش به اون بخشا نگاه کنن که قشنگه، چون که اگه اون بخشو ببینن نگران میشن. نگرانیه دیگه، استرابه، استرس میاد. وقتی بچه‌ش میره خواسته به مدرسه چیه؟ استرس داره اون وقت. من داشتم میرم ترکیه، تو هواپیما یه مجله تایم اونجا برداشتم، تو نگاهی کنیم حالا اینا بخونیم، شاید خوابمون گرفت، رسیدیم زودتر. من نگاه کردم 2 صفحه اینا، اصلا یه دفعه گفتم عجب گزارشی. این در مورد یه گزارش خیلی موثق توی روزنامه تایم، روزنامه کمی نیست، نگاه یه روزنامه مجله محلیه و یه چیزی برای خودش نوشته، نه، در مورد فجایع تو مدرسه ها بود. گفت 40 نوشته بود که 40 معلم در سال گذشته به بیمارستان رفت، منتقل شدن در اثر حمله چیه؟ دانش آموزان چه سالی؟ بین 5 تا 10 سال. یعنی قلمی که دانشجو زده به اینجا سینه معلمش خیلی فاصله کمی داشته با قلبش. و میگه که ما تا حتی دیوید کامرون هم اظهار نظر داده بود که ما وحشت داریم میکنیم از استعفای معلمین از مدارس. چرا؟ چون که خطر جانی داره، چون که حس امنیت نمی کنن تو مدارس و ما باید مردم رو تشویق کنیم که بیاین تو کادر آموزش و پرورش و چیه و معلم‌ها رو، چون که داریم از دست میدیم. با طرف میگه بابا من هرچی معلمی دوست داشته باشم، ولی جونمو که بیشتر چیه دوست دارم. دانشجو وقتی که نظر علمی میبینه که خوشش نمیاد، صندلی رو پرت میکنه، بابا آخه خوشش نمیاد، این اصلشه، اینه، شیمی اینو میگه نه خوشش نیومده که شیمی اینو میگه، برای همین چیه اعتراضش نشون داده. بعد صفحه بعد زدم اینا، گفتم عجب چی بود، من خواستم بخوابم این بدتر شد که صفحه بعد زدم دیدم بچه‌ها توی خونه، بچه‌های کوچیک. بعد این تیتل این روزنامه امپراتوران کوچک نوشته بود، نوشته که اینا چطور دارن قدرت رو در خونه مواظب باشن قدرت رو در خونه دارن میگیرن و این حمایتی که به هر حال دولت و جای اجتماعی اینها ازشون میکنه، این منفی اینو برداشت شده، سوء استفاده داره میشه توسط کودکان که امپراتور مطلق چیه؟ خونه باشن. ما با مادرها مصاحبه کرده بود، گفت آره ما هر جا میرم من اول باید ازش بپرسم که میتونیم بریم یا نه. برعکس شده جامعه، نه قبلا ما از مامان یه جا میرفت اعتراضی کنیم باشو ببینم، اصلا اعتراضی نبود.
ولی الان اونه که داره میگه ما کجا بریم، کجا نریم، ما چه غذایی درست بکنیم، چه غذایی درست نکنیم، چه لباسی بپوشیم، چه لباسی نپوشیم. امپراتوران خانه چیه؟ دارن هر روز به قدرتشون افزون میشه. به محضی هم که تهدیدش کنی میگه الان تلفن میزنم. تلفن سریع. من با این تموم کنم. خانمم متخصص کودکانه، توی یک بیمارستانی در ویلز هست. ایشون میگه یه بچه‌ای را، خانم حامله بود، اومد که بچه‌شو چیه به دنیا بیاره. میشد حس کرد که یک آثاری در چهره و روان این زن هست که به نظر میومد که آثار اعتیاد. بچه به دنیا اومده، مادر 3 ساعت بعد فرار کرده از بیمارستان. بچه معتاده به طور مطلق، مثل یه آدم بزرگ اعتیاد داره بچه. چرا؟ چون که مصرف مواد مخدر در مادری که اضطراب داشته و دوست داشته که آرامش داشته باشه، تو تار و پود این بچه نفوذ کرده. در راحل خواهرش میگه آخه این بچه منو چیکار کنیم اینا؟ این بچه 2 ماه الان تحت ترک اعتیاده. باورتون میشه؟ بچه علائم ترک اعتیاد از خودش نشون میده. مثل این نفر بزرگ که دیدید میگه چه اینطوری میکنه اینا، بچه اینطوری میکنه. با چه ولعی مثلا داره شیر میخوره اینطوری، میگه که یک نگاه عجیبی یه دفعه به ما میکنه اینطوری. بچه معتاده. پس ما میگفت که ما نگرانیم که جامعه رو یه جوری خوب کنیم که مردان بالغ و زنان بالغ و اینها نرن به سمت اعتیاد. نمیخواد خیلی تلاش کنید. چیه؟ بچه داره خودش چیه؟ معتاد به دنیا میاد. ما داریم هی میخوایم چیه؟ جامعه رو آگاه کنیم که نرید سمت اعتیاد. اصلا کار در رفته از دست ما دیگه. ببین این یک نمونه که ایشون گفت برای یه شب یه بچه اینطور. صدها از این نمونه های چیه؟ از این نمونه ها داریم. چرا مادر مصرف کرده اینقدر؟ چه زندگی پر آشوب و نگرانی داشته که هی سعی کرده با اعتیاد، با مشروبات الکلی یعنی برمیگردیم باز به همون ریشه اضطراب ها، ریشه نگرانی ها. اگه انسانی از نظر روحی و روانی سالم باشه، نمیره به سمت اینها که از اونها بتونه کمک بگیره. در نتیجه چیه؟ میشه گفت که خیلی از اینها ریشه نگرانی داره. شخص دو دل یا دو فکر در تمامی راه‌های خیش ناپایدار است. در چقدر از راه‌های خودش ناپایداره؟ در تمامیه. یعنی یک جمع کلی می‌بنده.